یه نکته مهم آقای دکتر عراقچی، الان که به منطقه اشاره می‌کنید، پیش از آغاز جنگ رمضان شما و مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدارها رو صادر کرده بودن نسبت به ورود کشورهای منطقه به این جنگ، اما و اونها هم قول داده بودند که از در واقع خاکشون و از تمام آنچه که در اختیار دارند استفاده نکنند بر علیه منافع جمهوری اسلامی ایران، اما یا نخواستند یا نتوانستند و ما شاهد بر اساس شواهد و قرائنی که وجود داره ما شاهد همراهی های اونها در این جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم. بله متاسفانه همینطوری هست. ما هشدارها رو داده بودیم و من تصور میکنم که شاید خیلی جدی نگرفته بودن. در حرف میگفتن که ما اجازه نمیدیم از خاکمون، از فضامون، از آبهای ما استفاده بشه علیه ایران، ولی در عمل ما شاهد بودیم که این اتفاق افتاد. من نمیتونم بگم که بدون اطلاع اونها بوده یا بدون اراده اونها بوده. شواهدی وجود داره که متاسفانه خلاف این رو نشون میده. پایگاه‌های آمریکا در منطقه علیرغم اینکه گفته بودن مورد استفاده علیه ایران قرار نخواهد گرفت، ولی مورد استفاده قرار گرفت. سرویس هایی داده شد، خدماتی به نیروهای آمریکایی داده شد، بیرون پایگاه ها به اونها خدمات داده شد، از فضای به اصطلاح اونها استفاده شد و این چیزی نیست که ما هم ادعا بکنیم. خودشون حتی دارن به انواع مختلف اعتراف میکنن. وقتی که گفتن 3 تا هواپیمای F-15 آمریکا بر فراز کویت سرنگون شد، حالا به هر دلیل، آتش اشتباه بود، آتش خودی بود، هر چی بود، شلیک ما بود، اونش مهم نیست. کسی نگفت این 3 تا جنگنده در کویت چیکار میکردن. معلوم بود که بس مسیرشون به سمت ایران بود. یا شواهد دیگه اصلا من نمیخوام وارد جزئیات بشم. من فکر میکنم که منطقه هشدارهای ما رو جدی نگرفته بود و الان با این وضعیت متاسفانه ناپنجار مواجه شده. و پیام شما به اونها؟ من حالا میخواستم بحث قبلیم رو کامل بکنم بعد به این بحثا برسیم، ولی پیام من حالا چون سوال کردید پیام ما روشن هست. حتما باید فاصله بگیرن از آمریکا. حتما باید خودشون رو جدا بکنن از این تهاجم آمریکا علیه مردم ایران که یک تهاجم کاملا غیر قانونی و کاملا بی‌دلیل و غیر قابل توجیه هست. هیچ مشروعیت این تهاجم نداره و متاسفانه کشورهای منطقه خلیج فارس حتی محکوم نکردن. خیلی عجیبه. دیگه روز اول که مشخص بود ما وسط مذاکره به ما حمله کردن، اولین کاری که انتظار میرفت این بود که چنین حملات بی‌دلیلی و غیر قانونی مورد محکومیت قرار بگیره، ولو در لفظ. حتی این کار رو هم نکردن. حمله اسرائیل، حمله رژیم صهیونیستی چیزی نیست که جهان اسلام بتونه نادیده بگیره، ولی این کشورها متاسفانه نادیده گرفتن. پیام ما این هست که اینها خودشون رو جدا بکنن، اجازه ندن از خاک و فضا و دریای اونها علیه ما استفاده قرار بگیره و خواهند دید که ما در مقابل کاری با اونها نخواهیم داشت. همین الان هم ما کاری نداریم. ما حمله ما به کشورهای همسایه ما نیست. ما هنوز اینها رو کشورهای دوست خودمون حساب میکنیم. مردم اونها رو برادران و خواهران خودمون حساب میکنیم. حملاتی اگر صورت میگیره به پایگاه‌های آمریکایی، به تأسیسات آمریکایی، به منافع آمریکایی، به مراکز تجمع آمریکایی ها هست که فقط به پایگاه آمریکایی محدود نمیشه، در جاهای دیگه هست. مراکز سوخرسانی به نیروهای آمریکایی. ما به این اهداف حمله میکنیم. یا وقتی که در جنگ زیرساخت‌ها رو شروع کردن، ما به زیرساخت‌های حمله کردیم که سهامداراش آمریکایی ها بودن، شرکت‌های آمریکایی بودن. بنابراین ما هیچ دشمنی با اونها نداریم. دشمنی ما با آمریکا هست و با رژیم صهیونیستی هست که در حال جنگ با ما هستند و نباید اونها توقع داشته باشن که در این شرایط جنگی که مردم ایران مورد حمله قرار میگیرن، این فقط نیروهای نظامی ما نیستن، مردم دارن مورد حمله قرار میگیرن. من چند روز پیش آقای دکتر ظفرقنی دیدم، تا اون موقع 53 بیمارستان ما بهش حمله شده، تعداد زیادی مدرسه بهش حمله شده، مراکز تاریخی ما مورد اصابت قرار گرفتن و به اصطلاح صدمه دیدن، مراکز مسکونی که دیگه تعدادش بسیار زیاد هست. خب مردم دارن کشته میرن و طبیعی هست که ما نمیتونیم بشینیم و نگاه بکنیم. ما منافع آمریکایی‌ها رو هر جا که پیدا بکنیم مورد حمله قرار خواهیم داد. هر کسی که شراکت بکنه در این حمله از نظر ما یک هدف مشروع به حساب میاد.